این هفته خبر تو خبر داره براتون از سیرک انتخابات که وضعیت شلمشوربای نظام ولایت رو پیش چشم دنیا قرار داده و به هر گوشش که نگاه میکنی فضاحتی روی فضاحت دیگه است. از یه طرف شیخ فری هم دو دستی به جنازه برجام چسبیده و میخواد با این کارنامه داغون همچنان افسار ریاست جمهوری رو در دست داشته باشه و هووهایی که بارها به قصد کشتن این فرزند و این نوزاد یعنی برجام تصمیم گرفته بودند، اونها نمیتوانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند. تو این هیرویری عنتری نژاد هم مثل اجل معلق خودش رو رسون تا به قول خودش وضعیت دو قطبی رو سه قطبی کنه. معظم رهبری به بنده توصیه کردن که نیا تا دو قطبی نشود. درسته؟ بعد فرمودید که الان دو قطبی شده. اسمم بردید از افراد. خب ورود ما دو قطبی میکنه یا سه قطبی میکنه؟ پس تمام شد، پس مخالف نظر رهبری نیستیم. یعنی درست در شرایطی که داشتن شرایط رو برای رئیسی آماده میکردن، عنتری نژاد خودش رو رسوند و وضعیت رو حسابی قاراشمیش کرد. حالا این وسط بازار دستروکنی داغه و باندای حکومتی چپ و راست همدیگر رو رسوا میکنن. مثلا خامنه ایچیا حرفای قدیم و جدید شیخ فری رو میچینن کنار هم تا خالی بندی های طرف رو آنتنی کنن. به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌ای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. ما در یک بخش تازه اگر طرف مقابل منصفانه عمل بکنه، تازه اگر صادقانه عمل کنه، تازه اگر به عهدش پایبند باشه، ما در یک جاده اسمش جاده هسته‌ای است، اونجا موانع و تحریم ها رو برداشتیم. جاده های دیگر ما هنوز مشکل داشتیم. اگه قرار بر خالی بندی باشه، فیلم های هندی هم جلوی آخوندا کم میارن. آیت الله قتل عام هم پروژه دراز کردن شیخ فری رو با پیله به حقوق شهروندی شروع کرده و اینطوری رفته براش. حقوق شهروندی یک حقیقتی است که باید در میدان اتفاق بیفته. نوشتن حقوق شهروندی که چند بار نوشته شده، بس از نگارش حقوق شهروندی، عمل باید بشود به حقوق شهروندی. مگر ما نوشتن کم داریم؟ شیخ فری هم که میدونه اگه بخوره از سپاه میخوره، از همین حالا توپخونه‌اش رو تنظیم کرده و پیشاپیش داره میگه ورود سپاه به انتخابات ممنوع. صلاح و سداد نیروهای مسلح ما، اجرای توصیه و وصیت امام راحل و تأکیدات مقام معظم رهبری است که نیروهای مسلح ما از بازی‌های سیاسی باید به دور باشند. این وسط خالیباف هم با چماقداراش اومد تو صحنه تا مثلا براش تبلیغ کنن، اما اونها هم به صورت گازنبوری افتادن به جون خبرنگارا. شما چی کاره دوربین منو؟ من مأمور حراست اینجا. تو کی هستی که مأمور حراست؟ دوربینمو. شما عکس میگیری؟ میگیرم به تو چه؟ یادی هم بکنیم از این شیخ ابوالکشک که در یک کلام رئیس جمهور شدن تو نظام ولایت رو اینطوری تعریف کرد. رئیس جمهور تو این مملکت یعنی تدارکاتچی. یعنی چی؟ به قول آقای علی پروین یعنی کشک. آخوندا در حالی دنبال گرم کردن تنور انتخاباتشونن که جامعه داره از زور نارضایتی منفجر میشه و این فضا به اشکال مختلف بیان میشه. اما بعضی از مسئولین اینطور که به گوش ما رسیده آنچنان زندگی ساده‌ای ندارن توی این منطقه. از مسئولین آنچنان نشین این دور و بر سراغ دارید؟ تا دلت بخواد. چند تا از مسئولین میشناسی این دور و بر خونه داشته باشن، خونه‌های آنچنانی؟
خیلی هاشون. میتونی برام مثال بزنی؟ نگفتنش فکر کنم بهتره. ببینید چه وضعیت داغونیه که حتی صدای این آخوندتانگه هم در اومده و برای که خودش رو در ببره از این حرفا میزنه. دسته از مسئولین عیدشون الحمدلله میرن به خوشگذرونی. همیشه جشنای بچه‌هاشون خوشن الحمدلله. کیفشون کو که همه چیشون به راهه. داد محرومی هم میزنن. تو عمل به فکر محرومی نیستن. پاسدار عباسی هم در یک فقر شکرخوری اضافه اوباش حکومت آخوندی رو با چه گوارا مقایسه کرد. چه غلطا. حداقل اندازه این جوان ملحد مارکسیست غیرت داشته باشن بعضی از مسئولین توی جمهوری اسلامی. ساعت 2:00 شب به یک فیلسوف غربی قرار جلسه میگذاره. همیشه من در طول 25 سال گذشته هر وقت یاد این جمله چه گوارا میافتم که دیگر نباید خفت، میگم اون امیدی به عقبا نداشته. اون چطور خوابو بر خودش حرام میکرده. ما به راحتی میگیریم میخوابیم. مشنگستان این هفته رو با مشاهی شروع میکنیم که تبلیغات انتخاباتی برای مموتی و بقایی رو با جفتک پرونی به عظما استارت زد. بعضی اومدن مسئولیت‌ها رو گرفتن. والا من فکر میکنم به جز حضرت اسرائیل کسی نمیتونه مسئولیت از اینا بگیره. خب برای چی؟ چرا باید مملکت با مرگ ترمیم بشه؟ اما شلنگ تخته های انتخاباتی عنتری نژاد به همین جا محدود نشد و تبلیغات در پیتی مموتی رو یه مشت پاچه خار ادامه دادن. حاج معمول حاج اومدن. شکر رشکمون جای حاجی بالله. شکر دستمال تو جیبش بالله. شکر عرقچین از سرش بالله. شکر حاج معمول حاج اومدن. شکر این هم یکی دیگه از طرفدارای عنتری نژاد که جیبش رو پر کردن تا به خیال خودش یه چنین حرفای مؤثری بزنه. خدا وکیلی تختش تو ایران دنیا وسطه. سلامتی خودش خانواده محترمش صلوات خواهد. بله دیگه، اینا دوباره بوی کباب شنیدن، دنبال اینن که یه لقمه هم نصیب خودشون بشه. این ساله‌ای هم یه زمانی وزیر خارجه پاسدار عنتری نژاد بوده، اما حالا تو جنگ و دعواهای باندی اینجوری به رئیسش لگد میزنه. شنیدی آقای احمدی نژاد کاندید ریاست جمهوری شدن؟ سوالایی ببین سخت است. چشم. شما همکارشون بودید. ببینم نظری دارید ما باید مطابق نظر آقا عمل کنیم. این کوچولو هم به سهم خودش اینجوری به کامبک کردن پاسدار عنتری نژاد کامنت داده. بابا ادا احمدی نژاد در بیار. قشنگ بابا. تو سیرک انتخابات 96 موجوداتی مثل این هم پیدا شدن که از قضا نسخه های ولایت پسندی هم داشتن. ببینید تریاک چیزیست که داروه و چیزی است که شهر حرام نکرده و ما قانونی که مخالف شهر باشه اصلا این قانون تو قانون اساسی خودش ملغاه قطعا و تریاک وقتی که آزاد باشه این همه اعدام نیست، این همه عرض کنم که رو آوردن به نمیدونم پنتامین و هروئین و این کوفت و زهرمارا نیست، ولی تریاک خشخاشش بهترین پروتئین داره و اون هیزمش هم خوبه، زمینش هم حاصلخیز میشه. یه داوطلب دیگه هم بود که حرف دل همه کاندیداهای ریاست جمهوری تو رژیم ولایت رو اینطوری زد. چه شعاری دارین برای اینکه رأی مردم رو جلب کنین؟ من اومدم جیب خودم رو پر کنم. من اومدم اول فکر خودم باشم، ارضا کنم اون حس درونی قدرت طلبیمو. بعداً اگه ارضا شدم میتونم برای شما کاری بکنم. بعد از گذشت 38 سال از حکومت آخوندا تازه ترین وضعیت این جماعت مفتخور رو از زبان این آفتاب پرست عمامه‌دار بشنوید. روحانیت پایگاه بسیار بالایی داشت. اون موقع یه روحانی داد میکشید 1000 نفر کمک میامدن. اما یه روحانی داد بکشه 1000 نفر علیش وای میستن. بله، یعنی توی دور و زمونه به قدری آخوندا گیج و ویج و درب و داغون شدن که خودشون هم نمیتونن دردی از خودشون دوا کنن.
تیوی ریش باز هم بیننده هاش رو به یه سوتی جدید مهمون کرد. آخه دیگه اخبار رو که نصف نیمه ول نمی کنن بابا. با تجاری شدن بندر بله وقتم نداریم، با شما خداحافظی میکنیم تا بخش بعدی خبر در ساعت 23. این هم اومده تو تیوی ریش راجع به صادرات صحبت کنه، دید پخش زنده است. تعارف و این حرفا رو کنار گذاشت و برای شیخ فرید تبلیغات کرد. برنامه جدیدی رو اطلاع دارید که دولت در دستور کار داره برای حل مشکلات صادرکنندگان؟ بله خب دارن تلاش میکنن، مرتب جلسه میذارن، ما رو دعوت میکنن، ما میریم الان نقطه نظرمون میگیم. خیلی خوب شده الان از همین مشکلات رو بیان کردیم. مشکلات رو بیان میکنیم اونجا تو رده‌های بالا، اونا هم خوب به حرفای ما گوش میکنن، دارن ترتیب اثر میدن، دارن راه میافتن. ان شاءالله با امید خدا من فکر میکنم اگر ان شاءالله دولت تدبیر امید، حالا نمیدونم انتخابات چی بشه، چه وضعی پیدا بشه که خدا کنه آقای خاتمی بازم آقای روحانی آقای روحانی باشن سر کار که بتونن این بقیه کار رو انجام بدن. خب خوبه، دارن کمک میکنن. آقای روحانی میخواد کار بکنه، داره کمک میکنه. ما بسیار خب. ما از در پایان توجه شما رو به یک حرکت ورزشی جلب می‌کنیم که در عین حال یه تصویر جمع و جور از انتخابات در رژیم ولایت فقیه هم هست.